سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز راجع به پکیج آموزش طراحی اتاق خواب در خدمتتون هستم و قراره توی این پکیج با هم یاد بگیریم از 0 تا 100 کار رو که از قسمت نقشه داخل اتوکد شروع میشه و بعد انتقال داده میشه به 3D Max و مدل سازی و رندرینگ که در قسمت بعد از مدل سازی هم خب متریال سازی و نور و دوربین و اینا رو داریم و در نهایت هم رندر نهایی رو میگیریم و تو این پروسه با من همراه باشید تا یک آموزش بی‌نظیر رو خدمتتون باشم، یک آموزش عالی و در خدمتتون هستم. با من همراه باشید. خب به نام خدا کارمون رو شروع میکنیم و خب من این نقشه کار رو باز میکنم خدمتتون که ما این قسمت همینطور که میبینید یه کمد دیواری داریم. حالا تو اتاق بغلی هم که یه همچین کمدی داریم که بینشون یه همچین تیغه‌ای هم کشیده شده. ما میخوایم الان این اتاق رو براتون کار کنیم. خب پس ما اینجا یه پلان اتوکد داریم که میبینید، همینطور که میبینید توی فایل اتوکد یه پلان ساده شده یه نقشه رو داریم. مثلا نیاز نیست به بودن مثلا درها و پنجره ها و حالا مثلا اجزای دیگه. همین به صورت ساده فقط محل قرارگیری دیوارها رو ما میخوایم انجام بدیم. خب پس تا اینجا خب میریم داخل اتوکد، داخل 3D Max و خب داخل 3D Max هستیم الان. من این قسمت فایل، البته قبلش آرزوام خدمتون که توی این قسمت کاستومایز باید بیاین و قسمت یونیت ستاپ رو بزنید. اینجا این قسمت باید سانتی متر باشه برای طراحی داخلی و کلا حالا بیشتر کارهای معماری که ما میکنیم تو این اسکیلی که ما انجام میدیم بیشتر همون سانتی متره، مگر اینکه یه برجی چیزی بخواید انجام بدید که اون طراحی نمای مثلا یه برجی اون باید رو متر باشه دیگه، چون رو سانتی متر خیلی سنگین میشه فایل. ولی تو کارهای مثلا داخلی ما که مثلا یه اتاق خواب داریم میزنیم یا مثلا یه نمای مثلا معمول کوچیک میزنیم، اینا رو باید همون رو سانتی متر باشه. پس این قسمت وقتی یونیت ستاپ رو من یه بار دیگه توضیح میدم. یونیت ستاپ، کاستومایز یونیت ستاپ، این قسمت باید رو متریک سانتی متر و توی این سیستم یونیت ستاپ هم که میرید اینجا روی سانتی متر باشه. همه چیزش دیگه همین شکلیه. اوکی. خب میام روی این قسمت با کلیک راست هم بچه‌ها نکنید، با کلیک راست بین فضاها، بین این ویو پورت هامون میتونیم جابجا بشیم. خب حالا من هر نکته‌ای که باشه حین کار میگم خدمتتون، یعنی نیاز نیست مثلا قبلش هیچ اطلاعات خاصی راجع به 3D Max داشته باشید. از 0 تا 100 میریم تو این قسمت این ویو پورتمون که نوشته تاپ. این تاپ، این فرانت، این لفت، این خب پرسپکتیو دیگه. دقت کنید توی پرسپکتیو میتونیم ما با قرار دادن با نگه داشتن دکمه آلت و اسکرول موس، دوتاشون رو که با هم نگه داریم بعد موس رو که بچرخونیم میتونیم توی پرسپکتیو اینجوری بچرخیم خیلی راحت. فکر میکنم که حالا اکثرتون بدونید دیگه این به چه صورت دیگه. حالا این در این حد حالا من یه توضیحاتی میدم برای کسایی که واقعا نمیدونن از صفر دیگه، چون دارین از صفر کار میکنین هیچ مشکلی نداشته باشه. خب ما میریم توی بعد دقت کنید وقتی میخواید جابجا شید بین ویو پورت با کلیک چپ این کارو انجام ندید، با کلیک راست این کارو انجام بدید. چرا؟ چون که وقتی با کلیک چپ این کارو انجام میدین در واقع شما دارید یه چیزی هم انتخاب میکنید همزمان. یعنی مثلا اگه اینجا مثلا من شماتیک چند تا باکس میکشم، خب مثلا اگر که من با کلیک چپ با کلیک راست نخوایم کار کنم، حالا فکر کنم مثلا اینجا خیلی شلوغ‌تر از این هست. خب شما وقتی کلیک چپ میکنید اتوماتیک یکی از این آبجکت ها رو انتخاب میکنید و ممکنه مثلا رو حالت موو باشه. موو هم که با دبلیو که بزنید موو اون در واقع پیوت موو میاد اینجا براتون ظاهر میشه.
خب ولی وقتی که با کلیک راست مثلا جابجا بشید هیچ چیزی هم انتخاب نمیکنید، فقط جابجا شدید. خب پس دقت کنید که با کلیک چپ این کارو نکنید. کلیک چپ فقط برای انتخابه. مثلا از این قسمت بالا من میتونم اگر روی این حالت باشم فقط انتخاب میکنم، اگر روی این حالت باشم هم انتخاب میکنم هم میتونم اگر که بیام روی هر کدوم از این قسمت های فلش پیکان اروا میتونم مثلا توی این قسمت جابجا بشم. وقتی که داری جابجا میشی میخوای که وسط جابجا شدنی میخوای که کلا کنسل شه این، چون کلیک چپ رو نگه داشتی دیگه، همون لحظه کلیک راست رو بزن کلا از اون حالت رها میشه و همون جای اولش برمیگرده دیگه. این نکاتیه که فکر میکنم به درتون بخوره. خب من اینا رو پاک میکنم خدمتون. بعد میریم توی این ویوپورت فایل ایمپورت میزنیم و اون فایل اتوکدی که مورد نظرمونه رو انتخاب میکنیم، اوپن میکنیم و حالا تنظیماتش هم باید همین شکلی باشه. اوکی.